الله سبحانه و تعالی ازم چو احمقا اینمی قسم سخنایش از دهن میکشانه. شما مسلمانا را الله بیدار میسازه که ببینی دشمن چی میگه. بیت المقدس کدام جای است؟ دنیا نمیشناسه که بیت المقدس کدام جای است، کدام مقام است، چی منزلت و مکانت در دین اسلام داره. ارتباط تمام افراد مسلمان در گوشه گوشه جان با بیت المقدس از نگاه عقیده هست، از نگاه دین است. تعلق ما، رابطه ما با بیت المقدس و فلسطین از روی از این است که یک سرزمین مسلمان است. نه، ما آنقدر رابطه قوی عقیدوی در اونجا داریم، عقیدوی داریم. بعد از مسجد حرام، یعنی بعد از کعبه، دومین مسجدی که در روی زمین برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده بیت المقدس است. دومین مسجد که در روی عبادت الله شد. محبت جایگاه وحی انبیاء علیهم السلام است، مرکز امامت انبیاء علیهم السلام است، جایی که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ثبوت جایگاهش که حتی برای انبیاء علیهم السلام در روز قیامت شفاعت بکنه، در دنیا باید امامت برای انبیاء علیهم السلام بکنه. امام اعظم محمد رسول الله، الله انبیاء را زنده میکنه، قطش جماعت میکنه، دمی بیت المقدس جماعت میکنه. مرکزی که رسول الله، الله اکبر، عام الحزن است. ابو طالب وفات کرده، جاری جنجال کفار زیاد شده، دیگه سکوی باقی مانده. بزرگترین مشوره دهنده رسول الله خدیجه رضی الله عنها او هم وفات میکنه، عام الحزن است. الله میمانی میده بر رسول الله. خاص کجا بالا میبره شده آسمان ها؟ میفهمی از کجا میبره؟ از صخره بیت المقدس که فعلا در زیر قبه قرار داره، در زیر قبه قرار داره. عیسی علیه السلام نازل میشه، پس دوباره همونجا نازل میشه. قبله اولی مسلمان هاست. پیغمبر علیه السلام که مدینه منوره هجرت کرده 16 یا 17 ماه طرف بیت المقدس نماز خوانده، طرف بیت المقدس نماز خوانده. در قرآن کریم سرزمین مقدس گفته، در یک جای نه، به 10 جای. من یک آیت براتون خواندم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پر از بوی خوش آیین بگردان، بده بیت المقدس را نجاتی، ز چنگال یهودیم قوم جانی، ز چنگال یهود این قوم جانی.